تلویزیون دولتی ازبکستان کفکوبی رئیس جمهوری این کشور شوکت میرزیویف با سرودخوانی جورابک مرادوف آوازخوان شناخته تاجیک را نمایش داد. جورابک مرادوف برای اشتراک در جشنواره شرق ترانه‌لاری ترانه‌های شرق به تاشکند رفته و روز 28 آگوست ترانه عزیز دلم زلیخا را اجرا نمود. او روز 30 آگوست از شهر تاشکند در صحبت به رادیو آزادی گفت که کفکوبی شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان در زمان سرودخوانی او برایش الهام بخش بود. وی گفت قطار همه پیش از صحنه برآمدم. میدونید که من اگر از نام یک دولت از نام تاجیکستان برآمد میکنم هیجان این چیزا نزد دیگر دولت ها خدا به شکر و وقتی که نوار دیدیم خرسند شدیم که خیر راهبری دولت هم معقول دانستن کفکوبی کردن خرسند شدیم از این هزار رحمت. جورابک مرادوف در صحبتش گفت که از خوب شدن مناسبت دو کشوری همسایه بسیار خوشحال است و افزود اینجا در ازبکستان ترانه‌های تاجیکی را دوست می‌دارند. جورابک مرادوف از خوب شدن مناسبت این دو کشور ستایش کرد و گفت من خدا میگم که با رفت آمدن نقش بده صنعتکاران تاجیکستان ازبکستان بیان صنعتکاران ازبکستان تاجیکستان بیان همین مقصد ما همین دیگه. از این پیش در آغاز ماه آگوست امسال نیز شوکت میرزیوف در ملاقات با اهل زیای ازبکستان از هنرمند معروف تاجیک جورابک مرادوف نام برده از سخنگویی و آوازخوانی به قول او هیجان انگیزش در مراسم بخشیده به 100 سالگی هنرمند مشهور کاملجان آتانیازوف در شهر خوارزم توصیف کرد. تاجیکستان و ازبکستان طولی بیش از 20 سال گذشته مناسبت چندان خوبی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نداشتند. یخی مناسبت ها بعد از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیوف کمی آب شد. حالا دو طرف روا برای شهروندان را آسانتر کرده نمایشگاه صنعتی و اقتصادی و روزهای فرهنگی برگزار می نمایند.